مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 22 مای سال 2022 در یک اطلاعیه ویژه که توسط خبرگزاری دولتی خاور نشر شد، کشته شدن محمد باقرов معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان را رسما تصدیق کرد. در این اطلاعیه باقر سرکرده گروه متشکل جنایتی محله برخوروغ نام برده شده گفته می شود که او در جریان مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد. امروز ساعت 17:30 در شهر خوروغ در محله برخوروغ بالا بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی سرکرده گروه متشکل جنایتی برخوروغ محمد باقرov کشته شد. وابسته به حالت مذکور از جانب پروکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان تفتیشات پیشکی آغاز گردید. گفته می شود در اطلاعیه رسمی مقامات تفصیلات دیگر ندادند، ولی قبلا منابع پایگاه خبری بامداد از خوروغ خبر دادند که باقر که مقامات او را تشکیل کننده و رهبر اساسی اعتراضات اخیر در این ولایت مختار میدونند، نیمه دوم روز 22 مای سال 2022 در نتیجه یک عملیات ویژه در شهر خوروغ کشته شد. باقر 59 سال داشت. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، باقر از تیر اسنایپر از محله بوین کشته شده است. محله بوین در پایانتر خوفک در روبروی محله برخوروغ محل اقامت و پایگاه اساسی طرفداران باقر جایگیر شده است. رادیو آزادی خبر داد که یکی از همراهان باقر نیز تیر خورده است. از خوروغ خبر میدن که مردم اساسا جوانان در محله های گوناگون خوروغ جمع شدند، ولی مقامات در کوچه ها شمار زیاد نیروها را مستقر کرده راههای به طرف برخوروغ را محکم کردند و به کسی امکان رفتن به اون طرف را نمیدیدند. راهها به سوی برخوروغ از 16 مای به این طرف بسته بود و نیروهای امنیتی از 18 مای در پی سرکوب اعتراضها در روشان برخوروغ را به محاصره گرفته بودند. محمد باقرov یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک است که بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 از حساب قوات استفاده مخالفین فرمانده یک قسم حربی نیروهای مرزبانی تعیین شد و صاحب رتبه پلکوونیک شد. به ضد باقر ماه ینور سال 2022 با اتهام تأخیر و لطکوب نماینده دولت پرونده جنایتی گشودند. مقامات حفظ حقوق از باقر طلب داشتند که همراه 6 تن از طرفدارانش خود را بسپارد. باقر این طلبات را قبول نکرد و اینک چند ماه با ساکنان خوروغ نگران راهاندازی عملیات مخصوص برای بازداشت باقر و طرفداران او بودند. ساکنان برای ممانعت به این در راههایی که به سوی خانه باقر می بردند چند مدت نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده بودند. از 14 مای در بدخشان موج نو اعتراضها آغاز یافت. مقامات باقر را به تشکیل و رهبری و سرپرستی این اعتراضها عیبدار کردند. در جریان سرکوب اعتراضها با استفاده از نیرو 10 نفر کشته و زخمی شدند.